و یک روند شروع شده است مثلا در منطقه و شاید جهان که همون بزرگان ما را که اکثر آنها شاید بیشتر از 90% اونها که نام اونها ما میشناسیم و جامعه ما میشناسیم، اون چند نفر که شما مثال آورید از دین مثل بخاری و امام ابو حنیفه و اون 36 کتابی که نوشتن، یک در برابر که شما از فردوسی گفتید مثل رودکی و جامی و حافظ و خیام، و در برابر ما مثال خاندانه مثل بنی موسی و این الخوارزمی و جری تبری و در عقیده و کلام ماتریدی و باز در علم‌های گوناگون مثل غزالی و این بسیار هستند بزرگان ما که اگر بسیاری میگن که ما تنها با تمدن آریایی تا اسلامی تکیه کنیم و از این بزرگان صرف نظر کنیم، احتمال دارد که بعضی منطقه با شعارهای دروغین اسلامی بیاین، این بزرگان از خودشان کنن، در جامعه خودشون اونها را تبلیغ کنن و گویان که چون اینها به سمت تمدن آریایی میرن، ما این بزرگان هم میگیم مال خودمان هستند. شاید از چند شاعر و ادیب صرف نظر کنند و اون هزارها عالمه که در بخش شیمیا و فیزیک و مثل ابن سینا را که امروز بسیاری ها دعوا دارند، دیگرها را از خودشان کنند. آیا در این کانسپسیا برای تحقیق این شخصیت ها، این بزرگواران و این خاندان هایی که در تاریخ برای علم که اون مالی بشریت است، چون که شما گفتین منظور مسئله اعتقادی نیست، یعنی مسئله علم است، هویت است و این ما قبول میکنیم و نمیکنیم در زمان تمدن اسلامی شکل گرفته است. برای اونها میگم جایگاهی هست، اونها حفظ و تحقیق کرده میشوند همچون بزرگانی ما در دوره تمدن اسلامی ما. تحقیق دستاوردهای علمی و فرهنگی، تحقیق و معرفی بیشتر و همچنین نشر آثار علمی بزرگان دوره اسلامی یکی از وظیفه‌های مهمترین کانون تمدن آریایی می باشد. اگر ما در تاریخ خلق تاجیک یا که از تاریخ خلق تاجیک ما یگام دورهش رو گرفته پرتاییم، این غیر امکان است و تاریخ ما تاریخ نامکمل میماند. اینجا وقتی که شما درباره بزرگان خلق تاجیک میگویید، مثلا بینید که الکی در زمان ساسانیان شاهنشاه ساسانی شاپور اون اکادمی گوند شاپور رو تأسیس داد. و این یک نکته همین است که باید که وقتی که ما صحبت علمی داریم باید که از یکم طرف تعصب نباشد. بله. بینید که تمدن چی هست؟ تمدن در اینجا این نکته بسیار مهم است در جواب به سوال شما، که یعنی که انسان ذکی، انسان ظریف، انسان شریف و حتی دولتی که بسیار مثلا پر اقتدار است، حتی اگر پر اقتدار هم نباشد اذیت سیاسی پخته است و همیشه کوشش میکند که نه تنها دستاوردهای یک مثلا شهر و یک دولت را یا که تنها دستاوردهای مردم و ملت خود، بلکه دستاوردهای تمامی مردم دنیا رو استفاده میکنند. ما مثلا تلفن موبیلی رو اختراع نکردیم ولی آن رو ما امروز استفاده میبریم. من یک مثال میارم برای اون نفرانی که تعصب دارن درباره مثلا تاثیررسانی سینتزی فرهنگ و تمدن ها به یکدیگر. ببینید ما کمتر قفا میگردیم. مثلا با همون بگیم که فرهنگ زردشتی امروز رمز اساسی مثلا زردشتی چی است؟ همون یک رمزی است که در اونجا یک ریشتار تصویر شده است و بال دارد و در دستش یک حلقه است. اگر ما با تاریخ پیدایش شکلگیری همین رمز همچون رمز زردشتیه اگر نظر کنیم، معلوم می شود که پیش از آنه که کوروش کبیر بابل را اشغال کرد، در بابل یک ابراز، یک ایزد، یک مجسمه بود که اون را مردم بابل مثلا عبادت میکردن و اون مردوک نام داشت. همین رمز امروزه زردشتیه پیش از تشکلیابی زردشتیه، پیش از پیداشتن یا رمز ایزد مردوک در بابل بود و وقتی که کوروش کبیر اون بابل رو میگیرد و سفارش میدهد که شما همون معبدی یا که عبادتگاه مردوک رو مثلا آباد کنید و حتی مبلغ هم جدا میکنند آباد میشوند، در اینجا اول از همون زیر دیوالش یک استوانه، یک اعلامیه میآورند که در آن با دیگر شاهنشاه
مثلا داخل داشت. در اونجا هم شاهنشاه پیش از کوروش کبیر خودش رو تعریف کرده بود که من شاهنشاه بزرگ هم بنا رو بنیاد کردم. بعد زیر تاثیر آن پیدا شد اعلامیه کوروش کبیر، یعنی خود اعلامیه در یک فضا خالی به وجود آمد و خود همین رمزی زردشتی هم اساس تاریخیش، ریشه تاریخیش همون رمزی عزت مردوک در بابل بود. یعنی اون رمزی مردمی غیر آریایی بود، ولی اون رو کوروش کرد، گرفت، آورد، استفاده بود. بعدتر در زمان داریوش بزرگ مثلا در کتیبه بیستون این تصویر یافت و امروز رمزی رسمی اون مردمی زردشتی می باشد. استاد چرا این موضوع خیلی حساسیت دارد و شما به نکته‌های ظریف اشاره کردید که تمدن نه همچون اعتقاد، همچون یک روند تاریخی، همچون یک شناخت تاریخی فهمیده و درست فهمیده شود؟ چرا من این سوال ها رو دادم؟ چون همیشه وقتی که ما با عالمان، با دانشمندان صحبت میکنیم یا که در شبکه‌های اجتماعی میبینیم، این یک شعار است، یک مثلا نظریه هست و یک گفتگوهای هست، اگرچه گفتگوهای علمی است، ولی وقتی ما به زندگی واقعی برمیگردیم، مثلا در زندگی امروزی که من هستم و جوانان دیگری که مثلا اینجا یا افرادی که حضور دارن، از همین طرز خانه‌داری مثلا تا تربیت کودک تا اون مثلا به گور بردن، یک قطار مثلا روندهای میگذرد که این تعلق میگیرد به فرهنگ دینیشون، یعنی از همون گوش رانده از آن گفتن و نکاح کردن و زیر گور رفتن. ولی چرا بعضی تعصب میکنن؟ یعنی یک فرهنگ زنده، یک تمدن زنده که امروز ما با اون هستیم، شاید بعد 1000 سال با یک چیز دیگر شود، ممکن است، این نظریه علمی است. چرا مثلا عالم ما، دانشمند ما در برابری که مثلا میباید از 2000 سال پیش، 4000 سال پیش اعتراف میکنن، ولی این تمدن خوبه، اگر جایی که خوب داشته باشد باید بگد اعتراف کند. چی بدی دارد دوست؟ اگر این حفظ کند و مثلا با درست‌تر ترغیبش کند، خالی از افراد باشد و خالی از مثلا همون چیزای بدی باشد، یعنی خیلی عنعنه‌های نیکی داریم که مردم ما با اون زندگی میکنن. چرا مثلا بعضی تعصب میکنن به این چیز، مثلا تعصب می‌ورزن و نادیده میگیرن، مهمتر از همه نادیده میگیرن؟ ببینید که وقتی که دانش نیست، وقتی که خردگرایی نیست، وقتی که پایه‌های علمی و معرفتی نیست، انسان به جهالت و به نادانی و از همه بدتر به افراط و تعصب دچار می شود. برای چی ما دستاوردهای انسانی رو، دستاوردهای نیاگان خود رو ما باید از نگاه فرهنگی و تمدنی بیاموزیم؟ آنچه که شما مثال آوردین، مثلا زندگی امروزه انسان، حتی زندگی امروزه مسلمان ها در نظر مسلمان ها در نظر دارن. بله. مثلا دیگه امروز معلوم است که اکثر مردم تاجیکستان مسلمان هستند. بله. دیگر اینا دیگر کسی تغییر دادن نمیتونن. شما ببینید که یونانی ها آمدن، مثلا اسکندر مقدونی آمد، دید که در حدود نیاگان ما زندگی میکرد یک فرهنگ و تمدنی خیلی پیشرفته وجود دارد، کاخها هستند، شهرهای آباد وجود دارند. حتی آن حس بدبینی که اسکندر مقدونی داشت، تعصبی که داشت نسبت ایرانی‌ها، سبب شد که او تخت جمشید رو چیکار کنند؟ با کام آتش بندند. یا که بعدتر مثلا وقتی که عرب هم آمدن، آنها با نام دین هم کارهای ناخوب رو بسیار انجام دادن. مثلا در خوارزم زبان عالمان رو بریدن، کسی که زبان خوارزمی میدانست اونها را کشتن. بعد اینها هم دیگرها آمدن، مثلا مغول ها آمدن، آنها خواستن که همه شهرها رو نیست کردن، مردم رو به قتل رساندن. در دوره بعدینه دیگرها آمدن. حتی بینید که مغول ها آمدن، اون مثلا کشور نیاگان ما رو از خود کردن، لیکن نتیجهش چی شد؟ دستاوردهای مغول ها، یعنی اشغال نمودن سرزمین های زیاد، تمدن مغولی رو با وجود نآورد. بینید که مثلا گویا که مثالی رفتن، مغول ها آمدن، مردم زیاد رو به قتل رسوندن، میلیون ها انسان رو نیست کردن. حتی برای شکست تاجیکان مغول ها عامل های دینی رو استفاده بردن، زیرا که خردگاری نسبتا کم یا که زیرکی سیاسی نبود، فریب دادن، به قتل رسوندن. ولی در جغرافیای تاریخی تمدنی تاجیکان، تمدن مغولی با وجود نآمد. برعکس
تمدن آریایی، تمدن اسلامی مغول ها رو به کام خود فرو برد و عاقبت این مغول ها به چی تبدیل شدن؟ به مسلمان ها. ما مسلمان شدن دیگه اون یسار رو هم فراموش کردن. اون مثلا فرهنگ خود رو در این حدودی جغرافیای تمدن اسلامی از دست دادن. بعدتر ببینید که در دوره مثلا امپراتوری بسیارها کوشش کردن که این جغرافیای مثلا کشورهای آریا تبار رو اسود کنن. مثلا وقتی که در عصر 19 روسیه امپراتوری آسیای میانه را اشغال کرد، اونها هم برای از بین بردن عامل‌های فرهنگی و تمدنی که برای عملی شدن سیاستی روسیه امپراتوری در آسیای میانه خلل می‌رسند، اونها هم نیست کردن. در دوره بعدینه مثلا ببینید که چرا در دوره شوروی هم بسیار عالمان، روشنفکران اونها با بهانه‌های گوناگون نیست کرده شدند، زیرا که همه اینها بنمایه‌های یا که ستون‌های هویت ملی بودند. اینها ستون‌های خودشناسی ملی بودند. چرا در این درازای تاریخ هر دشمنی که می آمد زبان ما رو میخواست عوض کند، مثلا فرهنگ ما رو میخواست عوض کند، چرا خط ما رو میخواست عوض کند؟ زیرا که اینها اساسهای موجودیت همون ملت هستند. ولی ببینید که تاریخ گواهی همین است، همچون علم دقیق که هر دشمن خاص که همین اساسها و بنمایه‌های ملی تاجیکان را از بین برند، اونها موفق نشدند. زیرا زبان تاجیکی ماند، فرهنگ تاجیکی ماند، میراث تاریخی و فرهنگی ماند. امروز البته کوشش‌های به نظر میرسد که همین میراث تاریخی فرهنگی را همچون اساسی تاریخی موجود بودن یک دولت از طرف بیگانگان استفاده برده میشه. چرا امروز پیشنهاد میکنن که آسیای میانه باید ترکستان نامیده شود؟ چرا مثلا ببینید پیش از آن که به این سوال جواب دهیم، دیگه تاریخ میداند که این آسیای میانه از دوره‌های قدیم ترکستان نام نداشت، یا سوق نام داشت، خوارزم بود، باختر بود، فرغانه بود. مثلا ما در متن اوستایی میبینیم که در اینجا 15 کشور ذکر شده است. ولی این اون توپونیم های جغرافی اون کشورهایی که در متن اوستایی ذکر شده است با این مردم غیر آریایی هیچ ارتباط نداره دیگر. اینا مردم غیر آریایی یا غیر تاجیک، اینا در دورهای بعد با آسیای میانه آمدن. امروز بینید که وقتی که اونا میگویند که آسیای میانه یعنی سوغد و باختر و فرغانه خوارزم ترکستان نامیده شود، و ما هم باید پیشنهاد کنیم اون دولتی که این نکته را پیشنهاد میکنه در پیش چی نام داشت؟ ما میگیم که نام تاریخی وی مثلا روم شرقی یا ویزانتی است، پس ما هم باید اونها رو ویزانت بگیم و روم شرقی بگیم و نامی که اونها میخوان ما اون رو باید نام نبریم. یعنی که ما برای همین تهدیدها، برای همین خطری که بر ملت دولت تاجیکستان تهدید میکنه، برای همین ما باید آماده باشیم و یکی از آمادگی های واضح و روشن تاجیکستان تأسیس کانون تمدن آریایی در تاجیکستان است. فکر خیلی خوب گفته، با تعصب نباشد، اینجا مسئله خردگرایی باشد، مسئله انسان دوستی باشد، مسئله احترام حق و حقوق‌های تاریخی و امروزه دیگر قوم و ملت‌هایی که در کشور زندگی میکنند به این نوبت گرفته شد. در کانسپسیا این چیزا به این نوبت گرفته شدن. چرا من این چیز رو میگم؟ چون امروز مسئله فاشیسم، ملتگرایی و شوونیسم بسیار در منطقه تیزتون است، یعنی در سطح بالا است و نشود که با تاسیس کانون تمدن آریایی اونا ما را مثلا یک همین خیلی نگاه کنن که گویا ما خودمون یک قوم برتر میدونیم، ما شوونیست هستیم، ما ملت پرست هستیم، ما فاشیست هستیم. این مسئله در کانون تمدن آریایی و همون کانسپتی که شما تهیه کردید
чигуна ҷой дорад ва оё ин чиз ба инобат гирифта шудааст то ин чизҳо дар оянда рӯ назананд устод? Як мавзӯи хеле муҳиманд ва ҳассос ҳам аст устод. خب ببینید من چند دلیل میارم و بگذار شما بگذار شنونده و بیننده محترم خودش خلاصه کنه. سال 2006 در تاجیکستان سال تمدن آریایی اعلان کرده شد. و اگر ما از جهت موقع سیاسی صدر عالی تاجیکستان مثال بیاریم، مثلا خود موقع پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را مثال بیاریم، ایشان یک کتاب دارن با نام نگاه به تاریخ و تمدن آریایی. این کتاب است که از جهت اسلوب زبانی، از جهت شرح دلیل های تاریخی، از جهت جابجاگذاری اسناد علمی و تاریخی در سطح عالی قرار دارد. و حتی در همین کتاب گفته می شود که تاجیکستان با اعلان کردن سال تمدن آریایی یگان مقصد نژادگرایی و نژادپرستی و پس زدن مردم و ملت دیگر نیست. حتی در همون صفحه 12 و 13 همین کتاب درباره سینتز تمدن آریایی با تمدن اسلامی بهترین سخنها گفته شدند که این دو تمدن یکدیگر را مثلا تکمیل داد. تمدن آریایی تمدن اسلامی را تکمیل داد و در کانون تمدن آریایی، در کنسپت علمی کانون تمدن آریایی یگم تعصب ملی و مذهبی و وجود ندارد. زیرا که تمدن فرهنگ در کنسپت علمی تمدن آریایی این وابسته به سیاست امروزه همین را مثلا اعلام می‌دارد که تاجیکستان، خلق تاجیکان یکی از میراث خوران، میراثبران، یکی از وارثان حقیقی تمدن آریایی می باشند و با مقصد حفظ میراث تاریخی و فرهنگی همچون بنمایه، همچون اساسی تمدنی و فرهنگی بهتر نمودن زندگی انسان باید که از جانب تاجیکستان حفظ کرده شود، معرفی بیشتر کرده شود. برای چی؟ میراث تاریخی و فرهنگی ما رو دیگران از خود میکنند. زیرا که ما از خود تنبلی ظاهر کردیم. برای آن که ما همین میراث تاریخی فرهنگی خود را در اساس علمی، در اساس تحقیقات علمی با آوردن دلیل های تاریخی و فرهنگی اثبات کنیم، این را ما باید بیاموزیم و آن را صاحبی کنیم. مثلا ببینید که آیا یگم مثلا یگم عالم ترکتبار یا که یگم نمیدونم مغول یا که یگم روس آیا گفته میتواند که این کوروش کبیر یا که این داریوش بزرگ این نیاگان من بود، بابای بزرگ من، آنها گفته نمیتوانند. زیرا که در اینجا دلیل تاریخی، دلیل علمی لازم می شود و این را اثبات کرده نمیتوانند. اما البته برای دولت های پراقتدار دلیل علمی هم لازم نیست. اگر آنها خواهند سیاست خارجی خود را واضح به منفعتشان عملی میکنند، از کس دلیل هم نمیپرسند. به این نگاه نکرده ما وظیفه‌دار هستیم که به سیاست بازی، به شعار پردازی، به پست زدن یک ملت و خلق و مردمی غیر تاجیک اون میراث تاریخی و فرهنگی خود را که منسوب است به دوره تا آریایی و اسلامی و امروزه اون رو باید از خود کنیم و استفاده بریم. یک اشاره کرد واقعا گپ شما درست است که اونها نمیتونن مثلا کوروش کبیر یا داروی بزرگ رو مال خودشون بگن، از خودشون بگن و اونها تا هنوزم اینقدر جدی سر اون دعوا ندارن، ولی دعوای اساسی
این بعد است، این در سری فارابی و سینا و غزالی و چرا مثلا برای کوروش شاید دلیل مستحکمتر ندارن یا برای داروش اونا دعوا نمیکنن، ولی این بزرگایی که من گفتم در تمدن اسلامی شکل گرفتن دعوا اینا امروز بیشتر میشد. شما که یک عالم و داننده تاریخ فکر میکنید چرا اینا رو میخوان بگیرن؟ اونایی که صاحب کتاب هستن، صاحب مکتب‌های علمی هستن، صاحب روش‌های علمی هستن، اینا چی نیاز دارن به این بزرگان؟ در صورتی که اونا خودشون میگن ما نفوذ اقتصادی داریم، قدرت مالی داریم، چی نیاز دارن اینا به این بگیم دانشمندهای تاریخی ما، مخصوصا این عصرهای 10 و 11 و 12 و 13 این دوره رو من در نظر دارم. ببینید که اصلا اون دولت‌های بیگانه‌ای که میخوان میراث تاریخی و فرهنگی و بزرگمردان خلق تاجیک را از خود نمایند، آنها تنها به دوره اسلامی محدود نیستند. من مثال دلیل میاریم. ببینید که مثلا تمدن شومر، فرهنگ شومری، اصلا در دنیا تمدن‌های بزرگ خیلی زیاد هستند. یکی قدیم‌ترینشان تمدن بین النهرین یا تمدن میان رودان است. بعد از این تمدن چینی است، بعد تمدن آریایی است. یعنی که در انمون نامگوی تمدن‌های بزرگ دنیا تمدن آریایی در جای سوم قرار دارد. ببینید که اون دولت‌هایی که میخوان میراث تاریخی فرهنگی تاجیکان را از خود کنند، اونها همون تمدن بین النهرین را هم از خود کرده ایستادن. میگن که شومری ها، تمدن شومری این مال نیاگان ما هست. آنها تنها با این میراث تاریخی فرهنگی ما مثلا اکتفا نمیکنن. بله، اما چرا آنها بیشتر با میراث دوره اسلامی، چرا آنها بیشتر با شخصیت‌های بزرگی زمان اسلامی معلومن مشهور هستند رو میارن و آنها را از خود میکنن؟ چرا؟ یکم این است که در دنیا، در جهان معاصر بیشتر از 2 میلیارد مسلمان زندگی میکنند و این شخصیت‌هایی که مثلا ما گفته میتوانیم امام اعظم و مصنفان کتاب‌های حدیث و بعد اون خاندان بریشو، اکادمی مامون و اکادمی خوارزم و بعدتر این برادران مثلا خوارزمی و فرغانی و بعد این رازی، اولی ابن سینا، فارابی و دیگر بزرگان، اینا را چرا اونها از خود میکنن؟ زیرا که اینها، این نفرانی که ما قسم مثلا که عبدالرحمن صوفی در زمان سامانیان یا اخوینی در زمان سامانیان، چرا اینها را میخوان از خود کنند؟ چرا اونها مجسمه های ابن سینا را در قلمرو خود میسازند و اولین سینا را پدر معنوی خود اعلان میکنند؟ گپ در این است که این شخصیت ها در تمدن عمومی بشری سهمی بسیار بزرگ دارند. اینا علاقه مال عمومی بشر هستند. شخصیت های هستند که ایجادیات آنها، نفوذ آنها جهان رو فرا گرفته است. به یک دولت و کشور، به یک جغرافیا محدود نیست. و گفتم که دلیل بسیار قاطع همین است که همین نفرها بر زندگی هر روزه انسان ها، بر اعتقاد زیاده از 2 میلیارد انسان معاصر تاثیرگذار هستند. کسی اگر یک حدیث را از اون مثلا صحیح امام بخاری خواند، نابسته از ملت است که در افریقا است، در آسیا میانه است، در امریکا است، نمیدونم در ژاپن است، شاید اون توجه کند که این امام بخاری کی بود. یا که ببینید که خوارزمی را پدر الگبرای اروپا مینامند، خود اروپایی مینامند. اون اروپایی که آثار علمی خوارزمی را، یعنی اساسگذاری علم الگبرا را از خود میکند، میآموزد، البته توجه میکنید خوارزمی کی بود، خوارزم در کجا هست، یعنی که به اون ارتباط عرقی و نژادی و توجه میکند. وقتی که مثال یا که اولی ابن سینا، ببینید که در اروپا
اون در 100 سالها آثار ابن سینا کتابی بالای میزی عالمان بود. در اون مرکزهای علمی از اینا درس میگفتن. چرا؟ بعد دیگر سببش همین است که این شخصیت های دوره اسلامی دوره بعدی نبودن و از اینها آثار بیشتر باقی مانده است. مثلا ببینید که چرا در انگلیا کتاب دستنویسی القانون ابن سینا را با 16 میلیون پوند استرلینگ خریداری میکنند. برای یک دولت انگلیا، برای یک کلکسیونر بریتانی صرف این قدر مبلغ برای چی لازم است؟ برای که در این کتاب تفکر انسانی، دستاوردی بزرگی انسانی بزرگ موجود است. در شکل نسخه نه، در شکل اصلی است. یعنی ارزش بلندی هم علمی دارد هم مبلغ دارد. یعنی که اینها توانستند که مثلا دولت‌های اروپایی توانستند که میراث تاریخی و فرهنگی از جمله آثار خطی، یعنی که اثرهای عالمان پیشرفته را از خود کنند، بیاموزند و به دستاوردهای بزرگ علمی و تکنیکی نائل شوند. چرا در اروپا انقلاب صنعتی به وجود آمد؟ مثال بینید که در عصر 10 در زمان سامانیان ما علم خیلی پیشرفته داشتیم. هنرمندی خیلی در سطح عالی بود. مثلا کاغذی که در عصر 10 در شهر سمرقند استحصال میشد، این بهترین نوع کاغذ در دنیا بود. یا که شیشه که ظرف‌های شیشه‌گینی که در زمان سامانیان حتی در حدود امروزه تاجیکستان در هولبوگ، در سیاد یا که در بونجیکد یا که در خوجند استحصال میشد، این بزرگترین نوع هنر نیاگان ما بود. مثلا سوال پیدا میشد چرا در زمان سامانیان ما بزرگترین نمودهای پیشرفته هنر را داشتیم در استحصال کاغذ، در استحصال ظرفهای همسفالی، همیشگی، مثلا در بنیادی کاخها و قصرها و شهرها، در آمادن مواد ساختمانی. ولی سوال پیدا میشه آیا ما امروز چنین مواد را در وطن امروزه خود استحصال کرده میتوانیم یا نمیتوانیم؟ یعنی که مقایسه دوره‌های گوناگون. امروز البته ما مشاهده میکنیم که برای استحصال محصولات خودی در جمهوری تاجیکستان سعی و کوشش زیاد کرده میشود. این نشانه احیای انمو تمدن‌های قدیمه، از جمله احیای تمدن آریایی اسلامی در شکل معاصرش است. استاد انا اینجا یک سوال پیدا میشد. واقعا شما درست اشاره کردید، میگن که در زمانی که دنیا به سمت هوش مصنوعی میرود و این تکنولوژی هست، باز یک گروه از عالمان و دانشمندان ملی رو مثلا روانه کردن به سمت کانون تمدنی آریایی، به سمت تاریخ. برای یک ملت چی میدهد؟ مثلا این کانسپت اینا رو با اینا بعد میگن نتیجه گفتیم از نتیجه مثلا چی میدهد برای پیشرفت و برای اقتدار شدن این کشور چی میدهد؟ این سوال اصلا وجود دارد در شبکه‌های اجتماعی، در ذهن قریب خیلی از مردم. اصلا بینید که استفاده بری همه دستاوردهای انسانی و نعمتهای طبیعی پیش از همه به عقل، خرد و فرهنگ انسان وابستگی زیج دارند. بله. همون نفرهایی که برای ضرورت تأسیس کانون تمدن آریایی با تکیه بر آنه که تکنولوژی نو است، با تکیه به آنه که مثلا ذهن ثانی یا مصنوعی وجود دارد یا هوش مصنوعی، هر چیزی که نامیده شود، چی ضرورتی است؟ اونا به همین ذهن ثانی سوال دیدن که آیا این ضرور است یا نیست. مثلا بگذار اونا پاسخ دیدن و خلاصه برارن. لیکن من بسیار باوری کامل دارم که حتی همین ذهن ثانی هم ضرورت تأسیس کانون تمدن آریایی را
تصدیق میکنند. چرا؟ چرا که در اون شبکه‌های اینترنتی آثار زیادی علمی در شکل رقمی وجود دارد که ماهیت اهمیت تمدن آریایی را برای تمام اهل بشر تصدیق میکنند، زیرا تمدن آریایی قسمی جدا نشونده تمدن عمومی بشری می باشد. وقتی که ما میگیم کانون تمدن آریایی، ما گفتیم که مثلا شأن و شرف یک مردم و خلق دیگر را پس نمیزنیم، ما نژاد برپرستی و نژاد گرایی نمیکنیم، اما ما ملت دوستی خود را نشان میدیم. ما وظیفه‌دار هستیم که وحدت ملی خود را، دولت خود را، ملت خود را در این زمان جهانی شوی که فرهنگ‌های ملی را از بین میبرد باید حفظ کنیم. ضرورت گفتیم همین است که این کانون تمدن آریایی گفتیم که دوامی فعالیت همون مؤسس‌هایی میشوند که الکی در تاجیکستان اونها ارج وجود دارند و فعالیت میکنند. دیگر ما گفتیم که تاجیکستان هم وارث هم مسئولی صاحبی کردن تمدن آریایی به معنای خیلی وسیع است. یعنی تمدن آریایی، تمدن تا آریایی، خود آریایی، زمان اسلامی و دستاوردهای معاصر می باشد، زیرا که دستاوردهای علمی و فرهنگی معاصری خلق تاجیک هم زیر تاثیر همون تمدن دورهای گوناگون با وجود می آید. استاد، در زمان رقمی کنونی اطلاعاتی یا مثلا هوش مصنوعی در همین کانسپسیا مثلا تا کجا ترغیب امین چیزهایی که شما گفتید دستاوردهای فرهنگی و علمی و چی در گذشته چی در امروزه از این واسطه‌های تکنولوژی معاصر چگونه استفاده میشه و آیا اینها در همین کانسپسیا پیش بینی شدند که این روز زمان اسمارت است و زمان کامپیوتر و اینترنت و این شبکه‌های اجتماعی است، تا کجا بینابد میگیرد؟ یعنی مثلا همین کانون تمدن آریایی در کانون خودش، در همون کانسپسیای خودش همین مفهوم‌های تکنولوژی را استاد که چگونه از این استفاده میشه استاد برای ترغیب و چین، یا که هم طرز عنعنوی همون لکسیا خوانی استاد و کارهای علمی و دانشگاه و تلویزیون و از این روزه دستاورد رقمی را تا کجا همون کانسپت جای دادن استاد؟ شما ببینید که گفتم که یعنی که فرهنگ یا تمدن شکل عالی دستاوردهای انسانی و همین رو باید بگیم که کانون تمدن آریایی یک مؤسسه محدود نیست. یعنی این همچون مؤسسه از چی باید عبارت باشد؟ بله. مثلا در ترکیب کانون تمدن آریایی آثارخانه تمدن آریایی از فهمش ما باید تأسیس داده شود. بعد این باید که مرکزهای تحقیقاتی داشته باشد کانون تمدن آریایی. ببینید که مسئولان کانون تمدن آریایی باید زبانهای قدیمه رو بیاموزند، اون میراث تاریخ فرهنگی رو جمع آوری کنن، حفظ کنن و پیشکش کنن. اگر ما صحبت رو محدود کنیم به همین آثارخانه تمدن آریایی، ببینید که وقتی که ما یک بازیافتی تاریخی را که انیق‌ترش گویم، وقتی که ما میخواهیم که در همین آثارخانه تمدن آریایی دستاوردهای ذهنی خود را در شکل اشیاهای گوناگون تاریخی پیشنهاد کنیم، ما باید فضایی را با وجود آوریم که این فضا به ذهن تماشابین تأثیر خود را رسانده تواند. اما باید که واسطه اساسی فعالیت آثارخانه تمدن آریایی اینها واسطه‌های اصلی یعنی که یادگاری‌های تاریخی باشند. وقتی که ما میگوییم که مثال در زمان کوشانیان نیاگان تاجیکان فرهنگ بلند داشتند، هنرمندی خیلی روش نموده بود، ما این رو با سخن در اونجا باید اثبات نکنیم. مثلا میگم که هنری والایی یا صنعتی بلندی معماری بود در زمان کوشانیان، ما باید یگان
بازیافت تاریخی رو که همین سخن ما رو اثبات میکند باید نشان دهیم. اما برای این که این دستاوردهای انسانی در شکل اکسپرسی آثارخانه برای تماشابین فهما باشد، ما باید که بهترین دستاوردهای تکنیکی و علمی زمان معاصر رو استفاده کنیم. یعنی در اینجا باید که یادگاری‌های تاریخی واسطه اساسی باشند و واسطه تکنیکی و تکنولوژی اینا باید واسطه یاری رسان باشند. اگر ما در یگان تالار نمایشی نسخه اعلامیه کوروش کبیر رو به نمایش مانیم و بگوییم که انا این اولین اعلامیه حقوق بشر که مؤلف آن اساسگرای دولت هخامنشی کوروش کبیر می باشد، این تاثیر می رساند، مهم است، ولی در شکل معاصر نیست. اگر ما با استفاده از اون مثلا واسطه‌های تکنیکی معاصر اگر یک اکران کلان بمانیم و در اونجا وقتی که تماشابین به نزد همین نسخه اعلامیه کوروش کبیر نزدیک می شود، در خود همون اکران کلام سیمای کوروش کبیر ظاهر شود و اون اعلامیه کوروش کبیر رو خودی کوروش بخواند، اعلام کند، حتی با همون زبانی که اعلامیه نوشته شد اول با همان زبان اون مطالعه کند و یک نفر دیگر بجای یکون عالم معاصر باشد و همون ترجمه متن اعلامیه کوروش کبیر را با او تماشابین خوانده دهد، الکی این تاثیرش خیلی زیاد میشه. همه این در همون کانسپت علمی کانون تمدن یاری به نظر گرفته شده است و حتی تحقیق کرده شده است که بنیادی کانون تمدن آریایی و خصوص بنیاد آثارخانه تمدن آریایی به استفاده دستاورد آخر علمی، به استفاده واسطه های مولتی مدی و دیگری مثلا معاصر غیر امکان است. اونها باید خیلی جالب و جذاب باشن. یعنی که از جهت هنری اون مثلا فیلم های کودکانه که هستن و اون بازی های کامپیوتری که هستن، اونها باید جوابگوی طلبات تربیه نسل های گوناگون از خردسالی تا دوره بعد باید که در هویت ملی تربیت یابند، در فضای خودشناسی ملی باید تربیت یابند. و ببینید که امروز اون مرکزهای کامپیوتری که شاید باشد، من نمیدونم هست یا نیست، یکی از زمانی بود، اونا وقتی این نورسا میرن چی بازی میکنن؟ مثلا قتل و کشتار، شکار یا چی؟ مثلا یک مثال بیارم، در جمهوری قزاقستان یک زمانی که ما یک سیمپوزیوم بین‌المللی شروع کردیم، در اونجا برای ما یک بازی کامپیوتری رو پیشنهاد کردن و اون بازی هم یک بگیم که تحفه خود را داشت و یک بازی بود که آنها یک طعام بسیار مشهور دارن، بشبرمک میگوین و از روی همون فرهنگ و آدابی که مردم قزاق دارد، این بشبرمک مثلا اگر از همون چیزی گوسفند یا شتر تیار کرده شود، او آدابش همین است که هر یک همون عضو حیوان رو باید که شخص معین گرفته استعمال کند. مثلا پدر و مادر یا خسر و خشتومند حق بیشتر دارد، داماد دیگر حق دارد، عروس دیگر حق دارد، یا که کودک وقتی که در دسترخوان میشیند اون باید داند که از همون طعام بیشبرمک چی رو گرفته نوش جان کنند. برای که همین آداب، همین عنعنه از بین نرود، اونا یک فیلم کودکانه ساختن، یک بازی کامپیوتری ساختن که وقتی گرفته از اونجا مثلا یک پاره گوشت رو گرفته درست به همون شخص استعمال کننده میدهید، در اونجا شما بال میگیرید. وقتی که این بازی رو در شکلی درست عنعنویش درست انجام میدهید، یعنی شما غالب همین بازی یا که آزمون کامپیوتری میشه. همین خیلی چیزها باید در ما بسیار ساخته شدن.
بینید که ما در تاریخمون مثلا در تشکل یابی جهانبینی خردگرایانه ما سرچشمه‌های خیلی خیلی زیاد داریم. حتی من یاد دارم زمانی که وقتی که مجسمه اساسگذار دولت سامانیان اسماعیل سامانی را در مرکز شهر دوشنبه اعمار کردن، نفرهای زیادی بودن که این موسی‌سفید کی است؟ یکی در آن زمان بینید که اسماعیل سامانی را نمیشناختن. اما امروز چی؟ امروز علاقه بسیاری ها میشناسند. چرا؟ زیرا که کارهای تحقیقاتی زیاد انجام داده شد. جشنواره‌ها تجلیل شدند. در مرکزهای معموری مجسمه اسماعیل سامانی اعمار شد و دیگر کارهای مهم انجام داده شدند. یعنی علاقه اونا خودشناس شدگی‌اند. و ببینید که اگر ما حتی همون از نقطه نظر اون عقیده اسلامی یا فلسفه اسلامی بگوییم که کسی که خود را نمیشناسد خدایش را هم نمیشناسد، یعنی که این پایه خودشناسی چی هست؟ پیش از اون که درباره امین